درود و شب بخیر خدمت شما همراهان عزیز گفتمان علمی. خوش تشریف آوردین. با پارت دوم از مبحث پاکن کوانتومی با انتخاب تأخیری در خدمت شما خواهیم بود. همراهان این جلسه میلاد و احسان عزیز هستند که میشه گفت تقریباً یک دیالوگ چالشی امشب با هم خواهند داشت. به این ترتیب که میلاد یک کلیپی در رابطه با تایتل تهیه و ارائه کردن و احسان در مقام منتقد ایشون اطاله کلام نمی‌کنم. از میلاد میخوام که یک توضیحی در رابطه با کلیپش بده و بعد احسان رو خواهیم داشت. بله ممنونم. منم سلام و درود میگم. عرض ادب دارم خدمت شنونده‌های کنونی و حالا شنونده‌ای که قراره بعداً این دیالوگ رو گوش کنن. من کلیپی که ساختم در خصوص حالا مفهوم پاکن کوانتومی، اینکه کلیپ خیلی کوتاهی هم هست و بیشترم مختص به فضای اینستاگرام هستش، فضای 1.5 دقیقه‌ای که مخاطب عام به عنوان سرگرمی میخواد مطالب علمی رو یاد بگیره و بیشتر روی این تمرکز کردم که توی کوانتوم وقتی شما یک سیستم رو اندازه گیری میکنید و ماهیتش رو تعیین میکنید، این قابلیت وجود داره که یک عملیاتی رو تحت عنوان پاک کن با این سیستم در واقع این سیستم لحاظ بکنید و اون چیزی که برای شما تثبیت شده بوده و مطمئن بودید که سیستم در یک حالت مشخصی هست، حالا این حالت میتونه هر چیزی باشه، هر چیز فیزیکی گرفته مثل اندازه حرکت دورانی، اسپین، یا حالا هر چیز انتزاعی تر. وقتی برای شما این مهرس شده ولی بیاید با یه سری پاک کنی اثر بدی روی این سیستم، کلا اون اطلاعاتی که تثبیت شده از بین میره و دوباره تمامی حالتهایی که سیستم شما میتونسته در اونها قرار بگیره برای سیستم شما قابل حصول میشه. فکر نمی‌کنم دیگه توضیح بیشتری لازم باشه. حالا بیشتر علاقه‌مندم نقد آقای احسان رو بشنوم. مرسی از حرفات. منم اینجا میخوام بگم که پاکن کوانتومی یک کانتکست مشخصی داره. در مورد این که مثلا ما بیایم شما مثلا میگه که پاکن یعنی ماهیتی که آشکار شده رو از بین ببریم. من با این موافق نیستم و گفتم که پاکن کوانتومی اساسا یعنی این که شما بیایید مثلا اطلاعات کدام مسیر یا کدام راه رو پاک بکنید، which way information رو پاک بکنید و در نتیجه تداخل دوباره ظاهر بشه. اینی که من گفتم رو اساسش برمیگرده به اون چیزی که در واقع مقاله‌ای که درباره پاکن کوانتومی برای اولین بار اومد. اولین مقاله‌ای که در این باره اومده، بذارید من این مقاله رو بفرستم. این مقاله‌ای که من الان میفرستم این اولین چیزی هست که در این باره نوشته شده. در سال 1982 کوانتوم ایریزر برای اولین بار فکر کنم واژه کوانتوم ایریزر اینجا به کار برده شده، که میگه که اینجا میگه که we propose and analyze an experiment designed to probe the extent to which information accessible to an observer and to erase and the erase of this information. و در مورد کدوم information صحبت میکنه؟ خود اونجا نوشته information as to which path the photon took. به نظر من این کانتکست بسیار محدودی هست. کوانتوم ایریزر وقتی ما میگیم پاکن کوانتومی، یک کانتکست خیلی مشخص و محدودی هست در جایی که ما ابتدا مثلا یه اندازه‌گیری انجام میدیم و در اثر این اندازه‌گیری مشخص میکنیم که ذره مثلا به این سمت میره یا به سمت دیگه ای میره و بعد یک کاری میکنیم که این اطلاعاتی که برای ما قابل دسترس شده بود، این اطلاعات به طرز برگشت ناپذیری از بین بره، دیگه قابل دسترس نباشه و تداخل برگرده. اینجا میگه که بعد باعث میشه که این تداخل برگرده. و البته الان بچه‌ها تو گروه پست میفرستن. به نظر من یه کاری بکنیم که این پستا یه کاری بکنیم که
منسجم باشه. من اون مقاله‌ای هم که خودم قبلا در موردش توضیح داده بودم این یکی بود که دابل اسلیت کوانتوم اریزر که همون قضیه است. و بعد من میخواستم اینجا به این اشاره بکنم که ببینید شما مثلا اسپین رو در نظر بگیرید. ما اسپین رو وقتی که اندازه گیری میکنیم، فرض بکنید ما اسپین رو اندازه گیری کردیم و در واقع یک مثلا در الان اسپین ما معین هست در راستای x، مثلا به سمت بالا. در اون موقع این اسپین رو اگه بخوایم دوباره در جهت x اندازه بگیریم، ما چه کاری انجام میدیم؟ ما اون اطلاعاتی که از قبل درباره اسپین در جهت x z داشتیم رو به نوعی داریم از بین میبریم و اطلاعات جدیدی تولید میکنیم. اما به این نمیگن پاک‌کن کوانتومی. الان من یه تصویر دیگه هم میفرستم، این همونه. در تصویر جدیدی که فرستادم، اون کت صفری که میاد داخل اون جعبه‌ای میشه که اون جعبه مثلا نقش یک دستگاهی رو داره که اسپین رو در راستای x اندازه گیری میکنه. اون کت زیرو در واقع در پایه z، در راستای z حالت اسپین بالاست که معین هست. یه چیز معینی هست میاد و ما این چیز معین رو این رو از بین میبریم و میبینیم که این ذراتی که در حالت بالا معین شدن وارد این دستگاه میشند در دو راستای مثبت و منفی، بالا پایین، این بار در راستای x خارج میشند. ولی این عمل رو ما نمیگیم پاک کن. یعنی در جایی هم وقتی که ما اینو یاد میگیریم در جایی به این گفته نشده پاک کن کوانتومی، اما میشه گفت که اینجا میشه از پاک کن کوانتومی رو انجام داد. شما میلاد به این میگین این مثلا پاک کن کوانتومیه، چون که این دقیقاً معادل اون چیزی است که شما در ویدیو توضیح میدید که نور با یک قطبش معینی میاد، مثلا عمودی وارد یه فیلتر میشه و در راستای دیگری اندازه گیری میشه. ما صرفاً در یک راستای جدید اندازه گیری میکنیم، انگار که ما اطلاعات قبلی رو از بین میبریم و چون اطلاعات جدیدی در پایه جدیدی تولید میکنیم، اطلاعات جدیدی برای یک مشاهده پذیر جدیدی. مشاهده پذیر قبلی SZ بود اینجا مثلا، اون دیگه اون اطلاعاتش از بین رفت و الان مشاهده پذیر SX رو اندازه گرفتیم و یا بالا و پایین خارج میشن از این در دو مسیر متفاوت. الان مثلا من این رو پاک کن کوانتومی نمیبینم. بذارید مثلا اینو بفرستم براتون، یه مورد دیگه براتون بفرستم که به این شکل شما میبینید که اون اتمی که مثلا اسپین 1/2 داره، وقتی که اسپینش در راستای Z معین هست، به سمت بالاست، وارد اون باکس X میشه و این اتم ها به طور تصادفی الان اسپینشون در راستای X که اندازه گیری میشه بالا یا پایین میشن، کت مثبت یا کت منفی. الان اون کت منفی که میاد اون رو دوباره اندازه گیری بکنیم در راستای SZ، این اطلاعاتی که ما داریم درباره SX از بین میره و دوباره به 50-50 احتمال داره که بالا بیاد یا پایین بیاد اسپینشون در راستای X. برای همین این دو شاخه رو اینطوری رسم کردم. و باز این هم دوباره یک پاک کن کوانتومی دیگه نیست. الان پاک کن کوانتومی به چه معناست اینجا؟ چطوری ما میتونیم اینجا پاک کن کوانتومی ایجاد بکنیم؟ اون این چیزی است که ویگنر در مقالش What is Measurement فکر کنم یا درباره measurement درباره اندازه‌گیری گفته بود. این دوباره یه تصویری میفرستم به این شکل. این خیلی جالبه.
ویگنر میگه که تصور بکنید که ما معین در راستای Z وارد این دستگاهی میکنیم، باکس اول که اسپین رو در راستای X اندازه گیری میکنیم و ما میدونیم که 50% ممکنه اسپینش بالا بیاد یا پایین بیاد. اینا دو شاخه از هم جدا میشن، دو تا مسیر از هم جدا میشن. وقتی که بعد ویگنر میگه که ما اگه بتونیم به نوعی با میدانهای مغناطیسی به وسیله میدانهای الکترومغناطیس این دو اشعه ای رو که از همدیگه جدا شدن رو روی هم بندازیم دوباره و بعد دوباره اسپین اینا رو اندازه گیری بکنیم در راستای Z، یعنی وارد این باکس بشند، اون موقع چه به دست می آوریم؟ یعنی پیش بینیش چیه؟ پیش بینی مکانیک کوانتوم ارتدوکس. به نظرتون این چی باید باشه؟ کسی نظری داره که این الان از این باکس SZ چی قراره بیرون بیاد؟ و توجه بکنید که این ذرات رو هم میشه تازه یکی یکی فرستاد، همونطور که ما ذرات رو به دو شکاف یکی یکی هم میتونستیم بفرستیم و هیچ فرقی نمیکنه، یکی یکی بفرستیم یا دوتا. به نظر شما اینجا چی به وجود میاد؟ چی به دست میاریم؟ میلاد تو نظری داری؟ خب دوباره دو تا پرتو ما داریم، یکیشون یه راستای زد و مثبت زد داریم، یه راستای منفی زد. این انتظار ماست ولی واقعا این اتفاق نمیفته. مثبت و منفی X ندارید؟ ببخشید من وارد شدم. مثبت منفی X که اونجایی داریم که از باکس X اومدن بیرون، کت مثبت و کت منفی. من مثبت و منفی در راستای بالا پایین رو در راستای Z همیشه با کت 0 و کت 0 و کت 1 نشون میدم. در راستای X بالا پایین رو با مثبت منفی نشون میدم به صورت قراردادی. الان اون این که گفتید که در راستای X بالا پایین، اون همون کت مثبت و کت منفی هستند که از اون باکس SX اومدن بیرون. بود؟ من که خودم گروه گم کردم. تصویر آخر، همون تصویر آخر. در واقع اون چیزی که قراره بیرون بیاد از این باکس SZ دیگه دوتا پرتو نیست در راستای بالا و پایین، بلکه این قراره بیرون بیاد. بذارید براتون بفرستم. بلکه همون کت صفری که وارد باکس SX شده بود همون قراره بیرون بیاد. چرا این اتفاق میفته؟ چون اینا این پرتوها رو انداختیم روی هم و با هم دیگه تداخل میکنند و انگار که ما اطلاعات کدام مسیر رو پاک کردیم. اساساً وقتی که ما از کدام مسیر صحبت میکنیم، همین اینجا هم فرقی نمیکنه کدام شکاف، عبور از کدام شکاف، عبور از کدام اطلاعات کدام مسیر. وقتی که ما اندازه‌گیری میکنیم و سوا میکنیم این کیف رو، اینجا کیف یعنی چی؟ یعنی مجموعه ویژه حالت ها، مجموعه تمام امکاناتی که میشه اندازه گیری کرد. اینجا امکاناتی که میشه اندازه گیری کرد، دو تا امکان داریم، بالا پایین. اینا رو وقتی که از هم دیگه سوا میکنیم و این اطلاعات کدام مسیر هست که ما با انداختن این پرتوها روی هم این اطلاعات رو پاک کردیم انگار. چون که وقتی که الان اون کت صفر از باکس SZ بیرون اومد، وقتی که همشون
به سمت بالا اومدن بیرون، اینا رو اگه بخوایم ببینیم که اینا رو اگه دستگیر بکنیم، این ذراتی که از باکس SZ میان بیرون و بخوایم بدونیم که قبلا اینها، مثلا اینی که الان دستگیر کردیم، این اتمی که الان دستگیر کردیم، این در مرحله قبل وقتی که اسپینش رو در راستای X اندازه گرفته بودیم مثبت اومده بود یا منفی، نمیتونیم اینو بدونیم. همون پاک کردن غیر قابل بازگشت اطلاعات کدام مسیر هست، دیگه نمیتونیم بدونیم از کدوم بوده دیگه. برای همینه که ما میگیم الان تداخل برمیگرده همون به خاطر همینه که البته اگر مثلا دو شکاف داشتیم ما یه طرح تداخلی میدیدیم، ولی به اصطلاح این اسم به کار میبرن چون که این کت زیرو در واقع سوپرپوزیشنی است از مسیر بالا و پایین، اون کت مثبت و کت منفی. این اون وقت میشه، یعنی میخوام بگم که ما این کانتکست پاکن کوانتومی یه چیز عمومی نیست که ما هر موقع که خواستیم مثلا یه حالتی رو تغییر دادیم یا از یه فیلتری عبور کردیم، مثلا نور با قطبش عمودی رو از یه فیلتری عبور کردیم به حالت دیگه ای تبدیل شد، به این نمیگم پاک کردن. یعنی در کانتکستش یک کانتکست مشخصی داره و همون پاک کردن مسیره. اینو من میخواستم متذکر بشم. در واقع میونه کلامت خروجی SZ شما اینجا میشه 0 دیگه، درسته؟ آره، کت 0 یعنی اسپین در راستای بالا، اسپین در در مورد چی دارین حرف میزنید؟ به منم بگی. دوست عزیز گفتگوی دو نفره هست. عذرخواهی میکنم میلاد، یک گفتگوی دو نفره هست در رابطه با پاکن کوانتومی. احسان و میلاد صحبتاشون که پایان پیدا کرد، بقیه دوستان هم میتونن مشارکت داشته باشن. خیلی ممنون. خب میگفتی دکتر؟ میلاد شما میخواستین صحبت کنین یا احسان ادامه بده؟ نه، من همین میخواستم تذکر شما رو بگم. الان نمیدونم اگه احسان میخواد ادامه بده، ولی خب خیلی دیدار طولانی میشه چون پاسخ دادم به نه، اینا من دیگه خیلی حرفامو زیاد زدم. میشه. فکر کنم من دیگه حرفامو کامل زدم. فقط صرفا اینو میخواستم بگم که این کانتکست رو باید رعایت کرد. چون میخوام مثلا یه سوالی بپرسم، اگر میلاد قانع نشد اینو قبول نداره، میخوام ببینم وقتی که شما میگید که پاک کن یعنی ماهیتی که آشکار شده رو از بین ببریم. فرض بکنید ما یه اسپینی رو در راستای X به سمت مثبت X آماده کردیم، مهیا کردیم. الان من بیام مثلا با یک پالس الکترومغناطیسی این رو بچرخونمش و به یه به یه سمت دیگه‌ای ببرم، به سوپرپوزیشنی تبدیل بشه از در اون راستای X از مثبت و منفی. شما به اینم میگید پاک کن، چون ماهیتی که قبلا آشکار شده بود رو به نوعی از بین برد دیگه. حالا اینو میگم، آخه این چیزی که الان آخر فرستادی، خب این دوباره یه ستاپ دیگه ای از ایریزر اکسپریمنت هست. مقالات اینجوریش هم هستش که با اسپین میان این کار انجام میدن، ولی من تا جایی که میدونم کوانتوم ایریزر اکسپریمنت یک کانتکست هست و شما هر جا نگاه بکنید الزاما به اون آزمایش اشاره داره که شما همون ویچ وی اینفورمیشن پاک میکنید. ولی مفهوم پاک کردن فقط واسه ویچ وی نیست. یعنی شما هر کتاب یا مثال دارم میگم هر مقاله‌ای که مربوط معمولا به کوانتوم اینفورمیشن هست نگاه کنید، از مفهوم ایری زیاد صحبت میکنن و کلا ایده کوانتوم
ایریزینگ از جای عجیب غریبی هم نمیاد. یعنی شما بین هر دو کمیتی که جابجا پذیری وجود داشته باشه میتونی این عمل رو انجام بدی. یعنی شما وقتی که بین دو تا توی ویچ به اینفورمیشن ما با مکان و تکانه داریم سر و کله میزنیم. عملی که انجام میدیم و دوباره تداخل و بازخوانی میکنه به خاطر اینه که ما داریم اون دقتی که در واقع بین مکان در آوردیم و دیگه مکانش محرز شده که از کدوم شکاف رفته، کدوم مسیر رفته رو پاک میکنیم. و زمانی هم که داریم با اسپین کار انجام میدیم وقتی که بین این دقیقا که دوباره بگیم چطوری این چیکار میکنیم که از کدوم شکاف عبور کرده رو پاک میکنیم؟ نه میگم تو کل همین ماهیت چیز پاک کنه کوانتوم ایریزر اکسپریمنت، بنابراین قضیه بر این بنایه که ما عدم قطعیتی بین مکان و تکانه داریم. برای همین میتونیم اطلاعات ویچ به اینفورمیشن رو برداریم. دقیقاً همین مکانیزم دقیقاً همین. اصلاحی میکنم میلاد، یک ذره سعی کن استیبل باشی، صدات هی دیسی میشه. من سعیمو میکنم، من اینترنتم کانکشنم مشکلی نداره، حالا نمیدونم ایراد از کجاست. ادامه بدید الان اوکیه. خب آره حرفم این بودش که توی اون آزمایشی که ما از کوانتوم ریزینگ اکسپریمنت صحبت میکنیم یا کوانتوم ریزر اکسپریمنت، اونجا مبنا دقیقاً به خاطر وجود عدم قطعیت بین مکان و تکان است و ما میتونیم اونجا اینفورمیشنی که از مسیر به دست اومده رو پاک کنیم و دوباره طرح تداخلی داشته باشیم. دقیقاً همین مکانیزم برای اسپین داره اتفاق میفته، ولی ما اینجا اسپین چون به مثلا اسپین در جهت زد هم عدم قطعیت داریم، میشه همون کار رو انجام داد. یعنی اطلاعات به دست اومده روی اس زد رو انجام پاک کرد. و میگم این پاک کردن مفهوم ایریز خیلی توی کتابات مخصوصا کتابا و مقالات کوانتوم اینفورمیشن استفاده میشه. حالا اینجا به نظر من بس آره من بیاریم که مثلا در یه مقاله در کتابی صرفاً اندازه‌گیری متوالی اسپین در راستاهای مختلف یا اندازه‌گیری صرفاً مثلا قطبش در راستاهای مختلف رو به عنوان پاک‌کن کوانتومی یاد کرده یا گفته که پاک کردن اطلاعات. آره به عنوان پاک‌کن کوانتومی نه، ولی پاک کردن آره. مثلا کتاب فکر میکنم کوانتوم اینفورمیشن آکسفورد، کوانتوم فکر کنم تایتل اصلیش اینه کوانتوم اینفورمیشن آکسفورد اتمیک اپتیکال اند لیزر، یه همچین چیزی باید باشه. یا مثلا کوانتوم اینفورمیشن کانسپت اوپن کوانتوم سیستم، اینم دوباره فکر میکنم یه همچین کتابی هست. حالا بخوای من میتونم برات بعد از چت بگردم پیدا کنم بفرستم. آره یا توی خوندم ولی نمیدونم. آره یا مثال دم دستی تر. آره حالا به اون میرسیم. یا مثال دم دستی ترش که فکر میکنم اینو دیگه خوندی، کتاب بلک هول وار چی بود ساسکینگدم بخونی، اونجا هم یه جاهایی از واژه ایریزد استفاده میکنه واسه پاک شدن اطلاع. یعنی میخوام بگم این از واژه پاک کردن هم اینجوری استفاده بکنیم به صورت کلی، ولی پاک کنه کوانتومی یک امر مشخصی است. نه الان میرسم خب همین برای همین میگم حس میکنم یه ذره ما سر ترمینولوژی قضیه بحث داریم. من تا اینجا قبول دارم که آره کوانتوم ایریزر اکسپریمنت، این اکسپریمنتش مهمه، این به یک کانسپت خاص اشاره داره. یعنی شما خب تکرار کنی. الان صدام هست؟ آره همین میگم نمیشه آزمایش اشتنگرلاخ و همین سه تا پیچیده‌ترش رو انجام داد که یه بار از اس زد اندازه بگیره، حالا یه بار اس ایکس اندازه بگیره، بعد بگی این هم یک نوع آزمایش پاک‌کن کوانتومی. نه، چون پاک‌کن کوانتومی، آزمایش پاک‌کن کوانتومی رو ما فقط واسه ویچ به اینفورمیشن استفاده می‌کنیم، ولی خود ترمینولوژی پاک‌کن کوانتومی
من ندیدم جایی بگن این الزاماً فقط واسه پاک کردن ویچ به اینفورمیشن. چون من تا جایی که حالا میدونم و اساس کلا ایریزینگ برای اینه که شما وقتی دو تا کمیت داره که بینشون عدم قطعیت هست، میشه اینفورمیشنشون رو ایریز کرد، پاک کرد. خب اسم اون سامانه‌ای که داره این کار انجام میده چیه؟ من تو ترمینولوژی خودم میگم خب من بهم میگم کوانتوم ایریزر. حالا اگر شما میگی نه جامعه اون سامانه‌ای که ویچ و اینفورمیشن رو داره پاک میکنه رو باید بهش میگیم کوانتوم ایریزر، ممنون میشم اینو بیاری، چون من ندیدم جایی بگن این مثلا توی واژه‌نامه‌های علمی بگن فقط کوانتوم ایریزر باید ویچ و اینفورمیشن رو دستکاری کنه. کوانتوم ایریزر برات فرستادم. اصلا کسی که اسم کلمه کوانتوم ایریزر رو به کار برده اونجا هم می‌بینید در مقاله ننوشته که کوانتوم ایریزر اکسپریمنت. کوانتوم ایریزر یه مفهوم هست. الان این مفهوم رو میشه تئوریک بررسی کرد، اکسپریمنتش رو هم میشه انجام داد. خودت می‌بینی در اون مقاله اولی که فرستادم کوانتوم ایریزر تمام. کوانتوم ایریزر الان ما میتونیم یه اکسپریمنتی هم یه آزمایش هم انجام بدیم که این رو عملی بکنیم. اون موقع این کوانتوم ایریزر رو خب تنها چیزی اینطوری تعریف کردن دیگه. الان که من اگر در راستای X اندازه گیری میکنم، بعد در راستای Z اندازه گیری میکنم، اون در راستای Z اطلاعات راستای X رو به هم میزنه، خراب میکنه و اطلاعات جدیدی تولید میکنه. اما کوانتوم ایریزر این کارو نمیکنه. کوانتوم ایریزر یه اطلاعات کدام مسیر رو به طرز غیر قابل دسترسی از بین پاک میکنه، از بین میبره. خب من همین سوالو میپرسم، مگه وقتی از مثلا SZ مثبت رو در نظر بگیر، ما الان کتمون SZ مثبت، الان از یک SX از یک اشتنگرلاخی که در جهت X بگذره، شما میتونی از روی پرتوهای گذشته متوجه بشی که این در گذشته SZش مثبت بوده، منفی بوده، یا اصلا در همتنیدگی از مثبت و منفی بوده؟ در گذشته ما فقط یه حالت داشتیم دیگه. خودت گفتی که فقط SZ مثبت بوده. در واقع سوال از قبل جواب داده شده، چون که تو میگی خب از نه، قبل. فکر کن یه نفر تازه اومده توی مثلا آزمایشگاه من، اون که شاهد مرحله قبلی آزمایش نبوده. نه ببین، ما اینطوری نمیتونیم بگیم. تو وقتی که میخوای یه آزمایشی رو معین بکنی، مشخص بکنی، باید از اول تا آخرش باید برای ما مشخص باشه. درست مشخص نبوده، بهش میگیم که خب ببین اصولاً براش قابل دسترسی است. تو میگی که این نفر اومده بعداً و نمیدونه ما چه چیزی وارد کردیم، ولی خب اصولاً براش قابل دسترسی است دیگه. میتونه بره نگاه بکنه، یا مثلا من براش لو بدم، من براش بگم که ببین اون SZ که وارد کردیم به سیستم همشون در راستای مثبت بودند. پس اساساً و اصولاً براش قابل دسترس هست، ولی در پاک‌کن کوانتومی اصولاً و اساساً قابل دسترس نیست. چون که شما نگاه کنید به تصویر آخر، اون موقع می‌بینید که وقتی که ما میایم این دوتا پرتو رو میندازیم روی هم، یا بحث قبلی رو در نظر داشته باشید که ما از یه فیلتر سومی عبور میدیم و ذراتی که میان بیرون، اون ذرات رو بگیری، اصلا نمیتونی اصولا و اساسا نمیتونی بدونی از کدوم یک از این شکاف عبور کردن. اینجا هم اصولا و اساسا نمیتونی بدونی، کسی هم نمیتونه برات لو بده که از کدوم مسیر عبور کرده بودن. اینطوری میشه پاک کنه کوانتومی. آره، به خاطر اینکه شما وقتی داری تو فضای اسپین کار میکنی، فضای هیلبرت ان در ان نیست، نه ولی فقط وقتی داری با اسپین، مسیر حتی کار مثلا میکنی، چیز، من نمیدونم به فضای هیلبرت الان چه ارتباطی داره. فقط اسپین نیست که به همون قطبش رو هم در نظر بگیری، اونجا هم اساساً و اصولاً نمیتونه بدونه نه که از کدوم من مسیر عبور گفتم کرده. آره، بنای اون جایی که تو داری ویچ و اینفورمیشن رو پاک میکنی،
بناش به خاطر عدم قطعیت بین مکان و تکانه است. خب که چی؟ درسته؟ خب وقتی تو داری بین مکان و تکانه بررسی میکنی، حالت قانون 2 تا 3 تا مسیر نیست، تو بی نهایت تا مسیر داری. درسته؟ نه. چرا نه؟ چون میبینی که ما الان در همین مثال هم میبینی که در 2 تا مسیر فقط میتونن اسپین بالا میتونه باشه یا پایین میتونه باشه. خب باشه. در الان آزمایش خب دو شکاف هم همینطوره. اگه شما روی دو شکاف های مارکری بذاری که which way information رو قابل دسترس بکنه، فقط یا میتونه از شکاف اول عبور بکنه یا از شکاف دوم میتونه عبور بکنه. خب ولی نه یکم بذارید متمرکز بشیم. تو من الان یه اعتراضی کردم به اون مثالی که زدی از کسی که وارد شده و از بخشی از مسئله ما خبر نداره. اینو قبول کردی به هر حال، چون که به هر حال این اون اصولا میتونست بفهمه. در واقع میخواستم این مثال رو برای این انتقاد رو برای چی کردم؟ میخواستم برات بگم که در اون تصویر اولی که فرستادم که اسپین در راستای زد به سمت بالا کت 0 اومدن وارد باکس SX شدند. این باکس SX به معنای پاک کنه کوانتومی نیست. این باکس SX درسته که نابود میکنه اطلاعات رو درباره اسپین در راستای زد و اطلاعات جدیدی تولید میکنه، ولی به این نمیگم پاک کنه کوانتومی. تو گفتی که اگه درست متوجه شده باشم، تو گفتی که ما اگر فقط به بخش خروجی این باکس نگاه بکنیم که مثبت و منفی میان بیرون، نمیتونیم بدونیم که اون چیزی که وارد شده بود SZ بالا بود یا پایین. چون اگه پایین رو هم فقط پایین رو وارد بکنیم، بازم 2 تا شاخه میاد بیرون دیگه. خب که من گفتم که خب نه، اساساً و ممکن هست که بریم نگاه بکنیم ببینیم که چی داریم وارد سیستم میکنیم. خب الان با همین توضیح من میتونم برات مسیرهای قبلی هم بگم. تو میگی این از کدوم مسیر گذشته؟ میگم 50%شون از بالایی اومد. 50%. بریم به اون آخرین پیام، پاک کنه کوانتومی با اسپین. اون ذراتی که از باکس دوم میان بیرون، تو ذره رو میگیری، میتونی بدونی که این ذره قبلش مثبت بود یا منفی بود؟ اگه تک تک بفرستیم به نظرت نمیشه؟ آره. نه نمیشه که. تو چیزی که در دست داری کت 0. تو از کجا میدونی این کت 0 قبلا کت مثبت بوده یا کت منفی بوده؟ خب سوپرپوزیشن 50-50 هست کت مثبت و منفی کت 0. همینو میگیم 50%ش از مثبت بوده، 50%ش از منفی دیگه. یعنی نمیدونی دیگه، یعنی نمیتونی بدونی که این ذره قبلا از کدوم مسیر عبور کرده. 50-50 احتمالت. به این میگم. تو اگر ذرات رو تک به تک بفرستی و تک به تک خروجیات رو بررسی کنی، مشکل من نه. مشکل کجاست الان؟ مشکل اینجاست که تو اون ذراتی که از باکس دوم میان بیرون، تو نمیتونی این ذره‌ای که اومد بیرون، الان یکی یکی داره ذرات میاد بیرون، تو یکی یکی این ذرات رو نگاه میکنی، همشون در راستای کت 0 هستن، در راستای زد به سمت بالا هستن. تو نمیتونی بدونی که این در مرحله قبل در راستای X به سمت بالا رفته بود یا پایین رفته بود. چرا مگه نمیگی ما داریم ذرات رو تک تک میفرستیم؟ خب همین مثل دو شکاف دیگه که ذرات رو تک تک بفرستی یا با هم بفرستی هیچ فرقی نمیکنه. نداره. نه الان بذار اینجوریه، ما ذره رو تک میفرستیم. مثلا فرض کن ذره از SX میگذره، از قضا این میشه به سمت بالا، درست؟ اسپینش میشه به سمت راستای مثبت X، اینجوری بگیم اسپینش میشه در راستای مثبت X. بعد من میام اینو از SZ عبور میدم. خب الان نمیدونم که این اسپینش مثلا سمت مثبت X بوده یا منفی X.
متوجه نشدم. ببین من همین مثال رو مثلا میتونی با دو شکاف بزنی؟ نه دو شکاف فرض رو کن اون نمیشه. باکس SZ اون فیلتر سومه. خب الان ما میایم تو دو شکافی، یه ذره رد میشه. خب من میفهمم که مثلا از شکاف سمت چپ عبور کرده، اطلاعاتم رو کاغذ ثبت میکنم، میگم ذره از سمت چپ عبور کرد، تک ذره. بعد میفرستمش از پاک کن عبور میکنم، از پاک کن که عبور کرد میره میخوره به آشکارساز. درسته؟ تا الان فقط راجع به همین یه ذره من نمیتونم بفهمم از کدوم شکاف عبور کرد. ما طرح تداخلی رو نگاه میکنیم. شما بعد از این که مثلا 1,000,000 تا فرستادی میگی من تو این 1,000,000 تا میدونستم که از کدوم شکاف عبور کردن، ولی در نهایت بعد از عبور از پاک کن به انگاری که دیگه این اطلاعاتی که از کدوم شکاف عبور کردن پاک شده، چون من رو آشکارساز دارم دوباره طرح تداخلی میبینم. نه ببینید یه جورایی به نظر اومده که الان اساس و فلسفه پاک‌کن کوانتومی رو یه جورایی انگار رد کردی، چون که تو میگی که پس من میدونم که از کدوم شکاف عبور کرده. آخه ببین یه چیزی هم هست به اینجا، ظاهر دونستن و معین کردن فرق میکنه. آخه ببین فرض کن ما بذار اینو بگم. بذار اول اینو بگم. ببین ما توی آزمایش دو شکاف سادهش اینه دیگه، کلاسیکش اینه که من یا میدونم ذره از کجا طرح ذره‌ای میبینم، یا نمیدونم از کجا عبور کرده و طرح تداخلی میبینم. دونستن من از اینکه از ذره از کدوم شکاف عبور کرده سبب این میشه که ذره نتونه با خودش برهم کنش بکنه. ما داریم تک ذره‌ای بررسی میکنیم دیگه، برای همین نمیتونه طرح موجی بسازه. تا به موجت کلاپس میکنه یه جا جایگزیده میشه. خیلی خوب، حالا من وقتی ستاپ پاک کنه کوانتومی رو میذارم میگم اوکی من ذره رو الان میدونم از کدوم شکاف عبور کرده، پس باید طرح ذره‌ای ببینم. ولی وقتی از پاک کن عبورش میدی میره و طرح موجی میسازه. این چی رو داره میگه؟ میگه یعنی آقا من فرصت این که ذره با خودش برهم کنش بکنه رو گرفتم، ولی پس چجور هنوز ذره داره برای من طرح موجی میسازه؟ به خاطر اینکه پاک کن اومده آنچه که تو تعیین کردی رو پاک کرده، یعنی انگار تو هیچگاه تعیین نکرده بودی این از کدوم شکاف عبور کرده و الان میره برای طرح تداخلی میسازه. اون موقع هم تو کنفرانس اگر یادت باشه من اینو گفتم که اینا ادعاشون اینه که بعد از اینکه تو اپ پاک کن عبورش میدی ذره انگار بر میگرده از گذشته خودش دوباره دو شکاف میره، که دو تامون هم توافق داشتیم این قانع کننده نیست. ولی موضوع همینه دیگه. حالا من نمیدونم ایراد اگه داری من میشنم. من ببین دونستن این که از کدوم ذره عبور کرده با معین کردنش فرق میکنه. ببین من وقتی که ما مثلا دو شکاف داریم و پولاریزاتورهایی روی این شکاف ها قرار میدیم، این شکاف ها انگار یه مارکری هستن برای اینکه یه ردی میندازن روی ذره که معین بشه که از کدوم یک از این شکاف ها عبور کرده. ولی ما این ذره‌ای که عبور کرده رو نمیگیریم که اندازه گیری بکنیم ببینیم از کدوم یک از این شکاف ها، لازم نیست حتی بگیریم بدونیم که از کدوم یک از این شکاف ها عبور کرده، بلکه ما این واقعیت رو، همین که ما اون پولاریزاتور رو گذاشتیم، این واقعیت رو معین کردیم از کدوم شکاف عبور کرده باشه، به این معنا که اساساً و اصولاً برای ما ممکن شده که اگر بخواهیم بدونیم که از کدوم شکاف عبور کرده این امکان رو داریم. ولی این کار نمی‌کنیم، نابود شد دیگه، آزمایش میکنی روش دیگه فرصتی نداره که اصلا از اون فیلتر سوم عبور بکنه. اینا عبور میکنن از اون از دو شکاف و معین هم میشه که از کدوم یک از شکاف عبور کردند. وقتی که از اون فیلتر سوم عبور میکنند، اون موقع اگر ما بخوایم بدونیم، اگر حتی بخواهیم بدونیم، اصولاً و اساساً در دسترس نیست برای ما این اطلاعات که اینا از کدوم شکاف عبور کردند. یعنی اگر ما بازداشتش بکنیم این ذره رو،
میبینیم که ذره مثلا سوپرپوزیشنش ذره قطبشش در سوپرپوزیشنی از بالا و پایینه که اون رو شکافا گذاشتیم. بنابراین ذره دوباره سوپرپوزیشنی از عبور از شکاف اول و دوم. اینجا پاک کنه و بیای به آخرین تصویر نگاه کنفته. برای همینه که وقتی که اون ذرات از SZ میان بیرون و کت صفره، این کت صفر رو ما نمیتونیم بدونیم که همین این کت صفر رو در دست داشته باشیم نمیتونیم بدونیم مثبت بوده قبلا یا منفی بوده، چون سوپرپوزیشن است از مثبت و منفی. ولی این خب که اون تصویر اول رو نگاه زنده بکنیم که صرفاً از SZ عبور کرده، این اطلاعات رو در راستای Z خراب کرده و اطلاعات جدیدی درباره یک مشاهده پذیر جدیدی تولید کرده. به این نمیگن دیگه پاک کنه کوانتوم. نه، شما از کلمات مختلف استفاده میکنی برای توصیف این دوتا که نشون بدی این دوتا فرق میکنن. همین توصیف رو من میتونم برای اسپین عیناً برای شما داشته باشم. زمانی که شما محور اشتنگرلاخ تو در جهت Z تنظیم کردی، یعنی علل اصول شرایطی رو فراهم کردی که من میتونم SZ تعیین کنم. اسپین ها از ستاب اشتنگرلاخ شما به انتخاب یا SZ مثبت یا SZ منفی رو میای از یه ستاپ اشتنگرلاخ در جهت مثلا X عبور میدی و دوباره یه سری پرتو مثبت داری، یه سری پرتو منفی. مثلا حالا ما میریم پرتویی که در جهت مثبت X رو میگیریم. من انتظارم اینه که این سیستم من در حالت SZ مثبت SX مثبت باشه، ولی دقیقاً مثل همون حالت دو شکافی که شما میگید دوباره در هم تنیدگی هست، اینجا هم دوباره میبینم نه، SZ من مثبت نیست، SZ من دوباره در هم تنیدگی تبهگنی از مثبت و منفیه. پس اینجا میشه از این ترمینولوژی صدام نبود؟ نه هیچی. شما رو داریم. یه لحظه فکر نیست. پس اینجا هم من میگم میتونم از ترمینولوژی پاککن کوانتومی، یعنی بگم ستاپ SX همانند یک پاککن کوانتومی است که اطلاعات در محور Z رو، اسپین در راستای Z رو ایریز کرده، پاک کرده. کماکان که میگم من تو کتابات دیدم از مفهوم ایریز برای اسپین استفاده میکنن. حالا بحث ما، میخوام بگم اختلاف ما اینجاست که من میگم این رو میشه استفاده کرد، یعنی این پاککن کوانتومی رو برای هر دو کمیتی که با هم دیگه جابجا پذیر نیستن و اندازه‌گیری رو یکی دیگه اندازه‌گیری اون یکی رو در واقع وایپ اوت میکنه. این اصطلاح استفاده کرد. الان صدام هست؟ بله. میخوام همین من یه بار جمله رو از اول بگم. الان اختلاف نظر ما سر ترمینولوژیه. شما میگی پاککن کوانتومی فقط زمانی باید استفاده بشه که شما اینفورمیشن مسیر رو از بین بردی، پاک کردی. کدام مسیر رو پاک کردی. من میگم نه، میشه هر موقع شما عدم قطعیت دو کمیت جابجا ناپذیر داری و از اونجا که میدونی اندازه‌گیری روی یکی، اینفورمیشن اندازه‌گیری روی یکی دیگر رو از بین میبره و ایریز میکنه، اونم رو هم بگی پاککن کوانتومی. الان اختلاف نظر اینجاست. شما میگید نه این کانسپت فقط برای اون ثبت شده و من میگم خب اوکی، اگر ما این کانسپت رو فقط واسه ویچ و اینفورمیشن داریم، خب این باید توی واژه‌نامه علمی ثبت شده باشه. یعنی این رو پاککن. بذار یه جور دیگه بگم. در اون ببین استفاده از کلمه اطلاعات در اون تصویر اولی که یه اسپین در راستای Z معینه به سمت بالا میاد توی باکس SX و دو شاخه میشه، من میگم که به کار بردن واژه پاک کردن اطلاعات اینجا درست نیست، چون که از یه طرفم من اینو میبینم که به نظر شما
الان شما میگید در کتاب‌های اطلاعات کوانتومی کوانتوم اینفورمیشن، به نظر شما اندازه اطلاعاتی که در این کت صفر هست چقدره؟ اینفورمیشن چی میگن؟ اندازه تعداد اطلاعات منظورت که بیت مثلا چند بیت اطلاعات داره؟ ما همشون ما یه کاری کردیم که تمام این ذراتی که دارن میان همشون SZ به سمت بالا هستند که اون فلشی که کت صفر دارن وارد این باکس میشن. وقتی که ما این رو معین کردیم اطلاعاتی که اطلاعات کوانتومی حالا یا اطلاعات کلا من در مثلا درس اطلاعات کوانتومی که خوندم اطلاعاتی که ما اینجا داریم صفره اندازه اطلاعات، چون که شما وقتی که این SZ در دیگه کت صفر میاد رو هر چقدر اندازه گیری بکنی چیزی به اطلاعاتت اضافه نمیشه. فکر کنم این فرمولش هم چی بود؟ به آنتروپی هم ربط داشت. من تو جزوم باید نگاه بکنم این که شما هر چقدر این اندازه گیری بکنی همون کت صفره، هیچی به اطلاعاتت اضافه نمیکنه، به نوعی اطلاعات صفره. ولی در کدام مسیر شما به هر حال یه اطلاعاتی دارید، کدام مسیر، یک یا دو. اطلاعات صفر نیست. ببین تو تغییرات اطلاعاتت صفره. تو آنتروپیت تغییر نکرده، آنتروپیت ثابت مونده، صفر مونده، تغییرات اطلاعاتت صفره، چون اینا هر کدوم دارن بالاخره یه مقدار بیت اطلاعاتی رو حمل میکنن. به هر حال نمیدونم، ما انگار به نتیجه نمیرسیم، ولی صرفا خواستم بگم که وقتی ما داریم در مورد پاک‌کن کوانتومی صحبت میکنیم شاید اینطوری بگم، نمیدونم حالا اینو تا اینجا قبول میکنید که به هر حال بهتر پاک‌کن کوانتومی اون چیزی هست که ما داریم اطلاعات کدام مسیر رو پاک میکنیم بر اساس اون مقالاتی که در باره پاک‌کن کوانتومی است. حالا من بیشتر از این چیزی دیگه نمیدونم چی باید بگم. نه من گفتم اگر نداره قانع نشیم اصلا. نه مشکل نه. ببین من بهت گفتم اگر من تا جایی که میدونم، خب حالا من شاید اشتباه میکنم، خب اگر واقعا میگیم مثلا ایریزر، کوانتوم ایریزر کانسپتش فقط برای اینه، خب من باید بدونم و از این اشتباه رو نکنم، چون بالاخره تکرار این قضیه بده. من اینو قبول دارم ازت، میدونم که اگر یه اکسپریمنت بذارید پشتش، آره این یه کانسپت کاملا مشخصه، ولی وقتی فقط میگی کوانتوم ایریزر، من همین سوال ازت دارم که آیا واقعا این فقط یعنی تو هر جامعه علمی فقط باید به اون بگی؟ بعد حالا این سوالو دارم، خب پس به همچین چیزی چی بگیم؟ یعنی این چیزی که دوباره داره به یه نحوه دیگه یه سری اطلاعات دیگه رو ایریز میکنه، به این چی بگیم؟ یعنی من این سوال از جامعه علمی دارم که اگه باشم واسه این به ما بدن. ولی میخوام بگم من نمیدونم کتابی که بخونی هیچ کدوم نمیگن که ایریز. شاید مثلا به صورت کلی حالا ایریز به معنای عمومی کلمه بگن که مثلا نابود کردیم اطلاعات در، ولی اون همون معنا رو نمیده که کانتکستش فرق میکنه. شاید آره من اینو میپذیرم، شاید اونجا ایریز به معنای مثلا تحت لفظ فقط اومده، نه به عنوان یه چیز علمی. شاید خلاص خوشحال شدم. همچنین مرسی از تو. امیدوارم که باز اگر نقدی یا ایرادی دیدی بهم بگی که بتونم اصلاحش بکنم. مرسی. خواهش میکنم. مرسی. بزرگ از شما دوستان، چه احسان عزیز چه میلاد عزیز، ما هم استفاده کردیم. امیدوارم بتونیم در جلسات دیگری هم از حضور. من از شما همراهان گفتمان علمی هم خداحافظی میکنم. روز و روزگار خوش.